سلام به همه شما همسفرهای همیشگی موشکاف. آقا قبل از هر صحبتی اجازه بدید یه چند تا خبر رو با هم مرور کنیم تا بعد بشه درست و حسابی وارد صنعت موشکافی شد. ببینیم این حرفای شیخ فری رو یادتونه؟ اسلام شمشیر دارد اما جز در ضرورت از این شمشیر استفاده نمی کند، شمشیر در نیام می ماند. با منطق و استدلال با جهان و با دنیا حرف می زند و سخن می گوید. ما هلال شیعه نداریم، ما قمر اسلام داریم، ما بدر اسلام داریم. بله، قمر و بدر و استدلال و خب این حرفای ممجواد زخیم رو چی؟ یکی رو یادتونه؟ مشکلات منطقه ما تنها از طریق سیاسی قابل حله. بسیار خوب، حالا بلافاصله و خیلی سریع این قمپوزای اعتدالی رو بذارید کنار این یکی خبر تا هم راه حل مشکلات منطقه‌ای معلوم بشه و هم معنای دقیق بدر و قمر اعتدالی. حامد الهرشانی رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان کویت در بیانیه‌ای گفت: برای همه روشن شده است که رژیم ایران دشمنی است که در حال طراحی برای بلعیدن کشورهای ما و منابع ماست و دشمن واقعی در این منطقه است. حالا هم معنی راه حل سیاسی شیخ فری رو فهمیدیم، هم معنی استدلال و منطق شیخ فری رو. اینم یه آمار سرانگشتی از تاخت و تاز منطقه‌ای آخوندا. ببینید اون روی نقاب بنفش شیخ فری چه خبره. ويقول محللون إنها نتیجة استنزاف ایران. کارشناسان میگویند یکی از دلایل این ورشکستگی رژیم ایران هزینه کردن درآمدهای نفتی کشور برای جنگ‌ها و درگیری‌های خارجی است. از حزب الله لبنان گرفته که سالانه 200 میلیون دلار از رژیم دریافت می‌کند تا شبه نظامیان وابسته به رژیم در عراق. به گفته دمیستورا، اسد تاکنون از رژیم ایران 35 میلیارد دلار دریافت کرده است. در یمن نیز سالانه بیش از 250 میلیون دلار از رژیم دریافت می‌کنند. اما في اليمن فإن خطوط الدعم الإيراني البته تا جایی که به قضایای زیر عبا برمیگرده، شیخ فری و کوسه و علی گدا همشون از یه قماشن. پشت این ادا و اصولا چیزی جز بمب چسبنده و ترکوندن و ترور بازار و این حرفا نیست. اما این که میبینید به ناگهان شیخ فری دم از ثبات و امنیت و این حرفا میزنه، علتش اینه که بوی زهر منطقه‌ای گیجش کرده. روحانی در نخستین نشست خبری خود پس از دستیابی به توافق هسته‌ای گریزی هم به سیاست خارجی زد. سیاستی که اکنون ایران را به آرامش، ثبات، تعامل مثبت با جهان و بازسازی چهره ایران در افکار عمومی دنیا رسانیده است. بله، کوسه و شیخ فری دنبال اینن که با فیگور تعامل و آرامش و این حرفا زهر منطقه‌ای رو تو گلوی علی گدا بریزن و اینجوری خودشونو بچسبونن به دنب غربیا. اما از اونجایی که حفظ نظام ولایت از اوجب واجباته، علی گدا که نمیتونه منتظر فیگورای شیخ فری و کوسه بمونه، کارای ضروری برای نظام رو معطل نمیکنه و میزنه دم و دستگاه اعتدالی شیخ فری رو بمبالی میکنه. همین باعث شده که داد همه کشورهای منطقه در بیاد. دکتر فهد الشلیمی رئیس فروم امنیت و صلح خلیج از کویت: الان تمایل و هوس رژیم ایران برای دخالت در پایتخت‌های کشورهای حوزه خلیج فارس تغییر کرده است. رژیم ایران می‌خواهد مانند آنچه که در عراق و سوریه انجام داد پیش برود. در یمن دخالت کرد که ما آن را متوقف کردیم. الان هم می‌خواهد در کویت که همسایه است وارد شود. حزب الله نسخه عربی سپاه پاسداران رژیم ایران است. حالا دوستان، فقط کافیه یه هوا شم موش کافی داشته باشیم تا بفهمیم این وضعیت قراشمیش چه بلایی سر این رژیم میاره.
آره دیگه، وقتی رشته های زهر باف شیخ فری اینجوری پنبه میشه معلومه که دیگه خرش تو منطقه نمیره، معلومه که کسی واسه امام جوادش ترم خورد نمیکنه، معلومه که این داستان میزنه عمق استراتژیک نظامو میپکونه. روشن شد؟ به قول شاعر، دلگرچه در این بادیه بسیار شتافت، یک موی ندانست ولی موی شکافت. قربون همگی زد زیاد. بحثای داغ و شفاف با آقای موشکار، با آقای موشکار.